من ایران نبودم، من در جاده اروپا بودم، در جاده بازگشت کوپنهاگن به ایران بودم. اومدم اینجا دیدم خانمشون و خواهرشون همینجور اومدن گفتن که ای های 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 وای وای چی شده چی نشده، برای بهبودشون دارن تجلیل میگیرن. نقی داره از حسادت سکته میکنه، دق میکنه، داره میمیره. اینا اومدن دو تا یک مراسم تجلیل صورتی انجام دادن. خود مغلطه نکن چشت به 4 تا ریش سفید افتاده. آقای خودباخته فرنگی، آقای قلب زده، همسر بنده از روی احساسات، از روی عشق علاقه‌ای که به من داشته میخواسته منو خوشحال کنه، میخواسته من روحیه من بهتر بشه، یه ناقص عقلی کرده. من از ایشون توقع نداشتم. ایشون که میگه من چه میدونم پای یک یورو 4 دارم، کوپنهاگن فلان 20 سال اینا بودم، ارواح عمش. آقا نبری نگو دیگه. ساکت باش، من دارم صحبت میکنم. شوهر عمه من اینجا نشسته. من معذرت میخوام. آقا چیکار به عمش داری؟ نه من عزیز من